سلام رفقا، امیدوارم که حالتون خوب باشه. سیاوش هستم در کنار الناز و تامیرا، بچهای چنل. صبر کن. اول اینکه سلام، دو اینکه فقط من میتونم بگم تامیرا، بقیه همین دامیرا. چشم. بله، در کنار الناز و دامیرا هستیم. و اینکه سلام علیکم. بفرمایید. سلام دوستان، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به چنل سیاوش، ریل سیاوش. و اینکه آقا خیلی خوشحالیم که قراره امروز با هم دیگه یه ویدیو قشنگ براتون بگیریم. در از دو تا، یکم تو چنل ما هستش که لینکش توی دیسکریپشن هست و این ویدیو برید اونو اصلا نیاز نیست اینو نگاه کنید، برید اونور. همسرم، خواهرم و رفیقم کلا دور همیم، کلی بهمون خوش میگذره. و اینکه دمتون گرم. بریم ببینیم چی برای اینا پختم، یه چی ببینیم و برگردیم. خب رفقا، همونطور که میدونید قسمت سومی که میخوام از صفات بارز امام براتون بگم و بچه‌ها اگر بیشتر از 3 تا بخندن جریمه میشن و جریمه رو شما توی دیسکریپشن به ما میگید و ما اجراش میکنیم و دوباره توی ویدیو بعدی بهتون نشون میدیم. خیلی خوب، حاضرین؟ از همین الان لطفاً جریمه های منو بنویسید. نه دیگه، نخند تامتون نخند. الان نفری 3 تا یا کلی؟ مجموعاً 3 تاست، یعنی 3 تا نمیخندی، 4می سوختی. من بنده خدا، من اوکی ام، تو مثلا پاره شدی. خیلی خوب، حاضرین؟ بریم دیگه. ارفاق کنید دوستان. روزی امام کنده درختی سوختی. روزی امام. خب ایناش ادامه داره، ادامه چرا نگفتی؟ آقا یعنی چی؟ قبول نیست. خیلی خوب آقا، باشه. روزی امام کنده درختی را گرفت و با آن بازی کرد. کنده بازی از صفات بارز امام بود. خندید؟ خنده اول سوختی ها؟ یک. خندیدی؟ دو خنده نیست. خب بعدی مگه نه این اصلا بعدی لطفا امامان که بریم بعدی. بچه ها میگه که امام یک قالی داشت و هر جا میرفت با خودش میبرد. با قالی بودن از صفات بارز امام بود. خنده دوم، من میدونم اینا همش خنده میگیره. پام آقا با قالی بودن، با قالی بود. یعنی من واقعا اوکی من بگی اومد اینجوری در گوشم گفت دیگه بالاخره من باید خنده‌مو بگیرم یا نه؟ نخند. روزی فردی نزد امام اومد و گفت ببین. امام برگشت گفت گوجه بخور رب برین. حمایت از تولید رب به خانگی از صفات بارز امام بود. 3 تا. قرار بود برعکس میشه بچه‌ها، چون تو برنامه قبلی هم مهرارا میگفتش که من نمیخندم، مهرداد میخنده، همه رو مهرارا خندم. الان هم الناز گفت من همش میخندم، این گفت من نمیخندم. بریم. بریم. روزی شخصی از امام پرسید چه کار میکنید؟ و امام گفت نمیدانم. ندانم کاری از صفات بارز امام بود. و خنده 4. بچه‌ها خدا وایسا المیرا دیگه عزیز، خنده داره جوکا. خنده دار نیست بابا. منی که انقدر میخندم چرا خندم نگرفت؟ یه ارفاق بریم. بابا میگم من پشت دوربینم الان خندم میگیره. خیلی خوب، الان نخند. به این اگه میتونی به این نخند. نگاه نکن. میگه امام، دیدی؟ حالا من نمیخوام. خب نخند. میگه امام وسط حکم، بازی حکم، وسط حکم رانی میزد. خب حکم رانی از صفات بارز امام بود. اولش خندید ولی بعدش نخند. خیلی خوب، این خندش کم. روزی فردی نزد امام آمد و گفت گناهی بزرگی کرده ام، حکمم چیست؟ امام کمی فکر کرد و گفت حکم گشنیز است. حکم گشنیز است. و 5مین خنده. و
بچه‌ها اینا نگاه تا اینجا کنم، سوختن. من الان- بچه‌ها شما از اینجای برنامه به بعد میتونید همزمان که ویدیو نگاه میکنید جریمه رو تو کامنت بنویسید که ویدیو نکنید. بعدی خیلی بدی. بیا حالا این دوتا رو من خندم نمیگرفت. خیلی بدی. چون میدونم من تمام شد رفت. بلدم بخندم. میدونی چیکار میکنه؟ میاد تو صورت. بالاخره من باید خنده‌مو بگیرم دیگه. تو که نمیخندی. توی اون یکی ویدیو بچه‌ها یه دعوایی من بین اینا رو اینجا رو نگاه کن. روایت است هیچ یک از شلوارهای امام جیب نداشت. نجیب زادگی از صفات بارز امام بود. بچه‌ها من بلدم خنده بگیرم از همه. اینجوری تو صورت من نگاه میکنی بیام خندم هم خب باید نگیره. خنده تو والا. بگیرم دیگه. من استادمون نگاه کنه خندم میگیره. باشه بس بجی که هم بچه‌ها من بشه. اینجا ای این خدا برنامه باختیم. بچه‌ها من شما رو توی یه برنامه سوبر کلی سرگرم کردم. حالا برو چند تا تستی بریم. من آره. میخوام گریه نکنم. خلاصه که اینا باختن شما همچنان جریمه ها رو بنویسید. بچه‌ها یکم چیز مراد کنید دیگه مرسی. گناه داریم. روزی کودکی به خدمت امام رسید. امام نیز او را به داخل برد و به خدمتش رسید. رسیدگی از صفات بارز امام بود. نخندیدین آره؟ حالا من الان به همینو دوباره بخونم بخندید چی؟ اینجا رو نگاه کن. روزی کودکی به خدمت امام رسید. نگاه کن اکو نگاه. روزی امام و او را من کاری میکنم که تصورش کنیم اون لحظه رو. دقیقاً. تو میگی آفرین. من تصورش میکنم تو ذهنم. امام نیز او را به داخل خانه برد و به خدمتش رسید. ببین داری میخوای. خب نه خدمت رسید. ببین از چند جهت میشه خدمت بهت. کرد بهش پذیرایی کرد ازش. شما هر چی دوست داری فکر کن. بس میخندی؟ خب آخریشو بخونم و دیگه خوبه بچه‌ها، بده یه خوبه این بده. بعد توی این صفت امام باید یه مقدار زبان ترکی بلد باشید که خودم حالا اگه اونایی هم که بلد نیستن ترجمه میکنم براش. میگه روزی امام رفت یکی از دهات‌های سرا. وقتی برگشت تهران همه پرسیدن کتن نه خبر. یعنی چی؟ یعنی که از دهات چه خبر؟ امام فرمودن اشتکلر دوبو فامیلدار چه خالوب. چون خالم لهجه رو نگاه. من که خندم نمیاد. اشتکلر دوغوب خرها زایمان کردن، فامیل ها زیاد شدن. و حالا صفت امام اینجا چیه؟ با مزگی خبرچینی از صفات بارز امام بود. آها بابا اصلا نمیتونم بخونم ببینم من. وا این چه دست خطی بذار من یه لحظه داری؟ خطم رو بچه ها نشون بدم. بچه ها اگه دیده میشه دکتر از تو خوشخط خرچنگ بود باقی. این الان ببرید داروخونه به دارو میدن. میگه روزی امام از شخصی پرسید مسکو پایتخت کجاست؟ مسکو. آن شخص سری جواب داد روسیه. امام سری گفت شورت بابا توسیه. شوخ طبعی از صفات بارز امام بود. این خنده است. ولی من واقعا نه آماده جریمه هایی هم که تو کامنت ها میاد. وای بابا خیلی تو چه ستون پلنی براتون دارم. بچه ها جوکای من تمام شد و همون 5-6 تای اول شما باختید و جریمه ها الان ردیف شده توی کامنت ها. بریم ببینیم جریمه ها چیه. دمتون گرم که تا اینجا ما رو همراهی کردید. ناراحت شدم. بچه ها هم همه خوشخنده. صحبتی اگه دارین بفرمایید. بچه خیلی ممنون تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. آره، مراقب مرسی خودتون و از خوبیاتون هم جناب باشین. وایسا، لایک و وایسا. کامنت سابسکرایب یادتون نره. خیلی خوش اومدین به کانال رفاه نیوز. خداحافظ. دستتون درد دست آقای سیاوش نگهبان درد نکنه با این سوالای قشنگش. منم خب یه ماساژ میخوام بدمش کبود بشه سیاه. الان قرمز شده به نظره. دردم اومد ولی خب بچه ها صداشو شنیدید؟ جریمه ها رو ردیف کنید. دمتون گرم که تا اینجا نگاه کردید. توی دیسکریپشن ویدیویی که با هم گذاشتیم هم هست برید اونم ببینید. حتما خیلی برید. خفنه. حتی هنوز نگرفتیم. من نمیدونم چقدر خفنه. اصلا نمیدونم درباره چیه. و اینکه دمتون گرم. مراقب خودتون و مهربونیاتون باشین. تا ویدیوهای بعدی فعلا